درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه دوست و همکار خوبم سیاوش کافی از شهر استکهلم کشور سوئد با یک برنامه ناکوک دیگه با شما هستیم و قصد داریم که در این برنامه این چهره شهرام آذر یا شهرام خسروشاهی آذر رو تحلیل و آنالیز بکنیم. اگر بیننده پراپاقرص برنامه پشت پرده و کانال یوتیوب ناکوک بوده باشید میدونید که ما در برنامه ناکوک تحلیل و آنالیز میکنیم خواننده ها رو، اصطلاحاً پشت پرده هاشون رو میگیم، راجع به موزیک ویدیوهاشون صحبت میکنیم، کنسرت هاشون رو بررسی میکنیم. خلاصه یک پکیج کاملی از خواننده ها رو میگیم، زندگی نامه‌شون رو میگیم و برنامه ناکوک میدونید که چند وقتی هستش که حسابی سر و صدا به پا کرده و ما خوشحال هستیم که یکی از پربیننده ترین برنامه‌های موزیک رو در پلتفرم‌های یوتیوب و اینستاگرام داریم. یه سلامت کوتاهی با سیاوش کافی داشته باشیم. سیاوش خسته نباشی، چه خبرها؟ سلام عرض می‌کنم خدمت دوستای عزیز، طرفدارای برنامه ناکوک و همینطور طرفدارای رسانه پشت پرده. امیدوارم حال همگی خوب باشه. همونطوری که امین گفت ما مشغول تولید هستیم به شدت و هفته پیشم خب قسمت اول در واقع منتشر شد. خیلی هم خوشحالیم، استقبال خیلی خوبی شد از برنامه، نظرات خیلی خوبی گرفتیم از دوستای عزیزمون. همونطور که شاید دیده باشین تیزر یه سری برنامه‌هایی که در دست تولید هست رو هم روی اینستاگرام منتشر کردیم. آیتم جدید بیوگرافی رو همونجوری که دیدین به برنامه‌ها اضافه شده که در میان برنامه‌های ناکوک همیشه خواهیم داشت و بازم تاکید می‌کنم اینو هفته پیشم گفتم، برنامه‌های آیتم بیوگرافی قرار برای همه آرتیستا ساخته بشه، فارغ از این که اون آرتیستای خوبی ان یا بدن. یعنی خیلی ربطی به این نداره که آیا اون آرتیست خیلی خفنیه یا آرتیست خفنی نیست. آیتم بیوگرافی رو ما برای همه میسازیم و همونطوری که دیدیم برنامه هیپ هاپ و برنامه در واقع مافیای موسیقی رو هم در حال تولید داریم. نکته هم بگم که حالا همونجوری که سیاوش گفت ما فقط انتقاد نمی‌کنیم از خواننده‌ها، بلکه نکات مثبت و منفی خواننده‌ها رو میگیم، چون اگر برنامه یه طرفه باشه و فقط بخوایم انتقاد بکنیم از خواننده‌ها فکر نمی‌کنم که صورت قشنگی داشته باشه. درسته سیاوش؟ نظر شما چیه؟ آره دیگه، واقعیت اگه آدم فقط بخواد بگه همه بدن بده دیگه خب اتفاق خاصی نمیفته. هم نکات مثبت رو باید آدم بگه، هم نکات منفی رو. این شاید خودش به نوعی آدم اگر به هر حال اثر هنری یه نفری رو تشویق کنه و نکات مثبتش رو ببینه، به بهبود اون آرتیست هم طبیعتاً کمک میکنه. بسیار عالی. خب یک مقدمه تقریبا طولانی داشتیم، هرچند بازم میگم که یه مقداری برنامه ناکوک تازه داره جا میفته، چون یه وقفه یکی دو ساله داشتیم در فصل قبلی برنامه ناکوک و فصل جدید برنامه ناکوک. حالا یه مقداری نکات رو تکرار میکنیم، میگیم که قراره چیکار بکنیم، قراره چه اتفاقاتی بیفته، اما یه مقداری برنامه بیفته رو غلطک این قراره ها رو هم کمتر میگیم. خب شروع بکنیم آقای کافی عزیز در خصوص قسمت دوم و در خصوص شهرام آذر. این نکته هم بگم که سیاوش کافی متخصص صدا هستن، آهنگساز هستن و یک کوچولو هم حالا تهیه کنندگی میکنن و کار موزیک ویدیو هم انجام میدن. خلاص یک آچار فرانسه‌ایه برای خودش. کافی آقای فردین. خب بریم آیتم اول رو ببینیم نظرت چیه. بریم بیوگرافی رو ببینیم، یه مقدار با آقای شهرام آذر، آقای خسروشاهی آذر بیشتر آشنا بشیم. امین جون من میسپارم دست شما که هدایتمون میکنی. بفرمایید. با آیتم بیوگرافی خیلی خوش اومدین. تو این قسمت با آقای شهرام خسروشاهی آذر با اسم هنری سندی میپردازیم. متولد 1336 از پدری ترک و مادری کرد در شهر آبادان هست. فرزند دوم خانواده است. علاقش به موسیقی از سن 6 سالگی شروع میشه و تو خاطراتش گفته اولین بار روی استیج تو همون سن 6 سالگی توی اجرا توی مدرسه شروع به گریه کردن میکنه و همون میشه انگیزه برای دنبال کردن موسیقی. تو دوران دبیرستان شروع به یادگیری ساز و موسیقی به صورت علمی و جدی میکنه و تو همون دوران با تشکیل یک گروه موسیقی راهی تهران میشه. سال 1355 و تو سن 19 سالگی برای خانم بتی آهنگ هله داندان رو میسازه که اولین تجربه کاری موفقش به حساب میاد و باعث میشه بین جامعه موزیسین‌های ایرانی بیشتر شناخته شه و بعد از اون هم با هنرمندای مثل شاهرخ، نوشافرین و داریوش شروع به همکاری میکنه. سال 57 و بعد از بسته شدن کلاب‌ها در تهران دوباره راهی آبادان میشه و تو سالهای اولیه جنگ ایران و عراق ساکن اندیمشک بوده. بالاخره تو سال 1362 و تو سن 26 سالگی به آلمان مهاجرت میکنه و بعد از شروع زندگی جدیدش تو آلمان همکاری خودش رو با یک شرکت آلمانی به نام آروندا از سر میگیره. اوج فعالیتش تو این شرکت هم به سال 1368 یا 1989 میلادی برمیگرده که قطعه رمبو رو برای بیکینی میسازه و به شهرت خیلی زیادی میرسه.
شهرام آذر گروه سندی رو تو سال 1987 یا 1366 در شهر فرانکفورت آلمان با همراهی دوستان نزدیکش بهزاد پیشرو، رضا سمیری و احمد عبداللهی تأسیس میکنه. سال 1995 یا 1373 تصمیم به مهاجرت دوباره میگیره و آلمان رو به مقصد امریکا ترک میکنه و تا به امروز هم ساکن شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیای امریکا هستش. به همراه گروه سندی آلبوم‌های بگو دوستم داری 1371، دختر حاجی الماس 1372، دینگ دینگ 1373، کبرا 1375، خواننده تاپ 1376، رقص جوونا 1378، تق 1383، سبک سنگین 1385، ایستگاه 7 1393، 1400 آلبوم 22 و جمعاً 20 تک ترک رو منتشر کرد. از همکاری‌های مهم دیگه شهرام آذر با خواننده‌های شناخته شده ایرانی میتونیم به ابی، شهرام شب‌پره، کامران هومن، حسن شماعی زاده، پیروز، طوفان، سپیده، نوشافرین، هنگامه، شهره، شیلا، افشین، لیلا فروهر و بیژن مرتضوی نام ببریم. 4 بار ازدواج کرده آقای آذر و حاصل این 4 ازدواج 3 پسر و 1 دختر به نام‌های خشایار، کوروش، نیکی و برنا هستند. خشایار در کنار پدرش به فعالیت موسیقی پرداخته، برنا دیجی و برنامه‌گذار هست، کوروش تهیه کننده موسیقی و نیکی هم علاقه زیادی به شعر و ترانه داره. این یه معرفی مختصر و یک زندگی‌نامه کوتاهی از آقای شهرام آذر ملقب به سندی بود. امیدوارم آیتم بیوگرافی مفید بوده باشه براتون. تا بیوگرافی بعدی، خدا نگهدار. بله، تشکر میکنم از سیاوش کافی عزیز بابت ساخت همچین آیتمی. خودش هم قبلا گفته که اگر ما بیوگرافی برای هر خواننده میذاریم دلیل برای نمیشه که اون خواننده نابود باشه یا مثلا فالش بخونه یا نه. کلا راجع به همه خواننده ها ما این بیوگرافی ها رو انجام خواهیم داد. اما در خصوص شهرام خسروشاهی آذر یا همون سندی اگر موافق باشی یه مقداری من پشت پرده بگم بعد شروع بکنیم برنامه رو. فکر کنم که جالب باشه چون بیننده‌ها انتظار دارن وقتی که برنامه پخش میشه آقا راجع پشت پرده هم بگو دیگه. تو رو خدا بفرمایید. شهرام خسروشاهی آذر یا همون سندی که البته تا قبل از مسابقه استیج که به عنوان داور انتخاب بخواست بشه بهش میگفتن سندی. بعد از اون مسابقه استیج که از شبکه منوتو پخش شد دیگه گفتن شهرام آذر معروف شد به شهرام آذر که البته جلوتر هم تیکایش رو پخش خواهیم کرد. این شهرام آذر اگه دقت هم کرده باشید چند تا آهنگ تو همون دوران شروع موسیقیش پس از حضورش در کشور امریکا آهنگایی بود که مربوط بود به طلاق و نمیدونم بابا میاد با یه ملاقه میاد نمیدونم. آره خیلی حالت اجتماعی داشت در واقع موزیکاش. آره به خاطر اینکه می‌خواست سعی می‌کرد که موزیک رپ رو در واقع کپی کنه یه جورایی. فکر کنم که یکی از اولین رپرهای ایرانی بود دیگه. درسته سیاوش؟ بله. حالا تو برنامه هیپ هاپ قشنگ این قضیه رو من شفاف سازی قرار بکنیم که پدر واقعی رپ فارسی کیه. این یه سوالیه که این خیلی همه میگن ما پدر رپ فارسیم، شاخیم، خلاص این نه من در آوردم کیه لیفی بکشیم. پدر کیه؟ بعدم تو برنامه هیپ هاپ رو دنبال کنیم. مادر کیه؟ اگه پدر هست مادرم بعد باشه. مادر رپ فارسی هم داریم. بله. بسیار عالی. ولی خب من فکر میکنم که حالا شهرام آذر همون سندی پدر رپ فارسی باشن. اما خب حالا اینجوری که شما داری با این لحن میگی گویا یکی دیگه است. بله یکی دیگه است. خیلی قدیمی تره. خب پس دیگه بگم اینا. شهرام آذر کلا پکیجی از زنها رو داشته و تو دین اسلام میگن که 4 تا زن بگیری دینت کامل میشه. ایشون پر کرده پک و 4 تا رو همزمان 4 تا یا طلاق داده دوباره گرفته چجوری؟ نه دیگه بچه‌مون گروپ باز نیست. کلا لابلاش نیمچه خیانتایی میکرده دیگه. یعنی اوورلپ میکرد. یعنی با این بوده بعد میرفته با اون یکی. درست. خلاصه سیستمش اینجوری بوده. اما شهرام آذر که متولد 1336 سال 1987 همونجوری هم که در بیوگرافی دیدیم گروه سندی رو تشکیل داد و توی آهنگاش میگفت پدر خیانت میکنه نمیدونم یارو میره با 10 تا زن نمیدونم با اون یکی زن میاد تو خونه. دقیقاً داستان زندگی خود شهرام آذر هم همون چیزایی بوده که میخونده. شاید باور نشه. خب شاید اصلا الهام گرفته از زندگی واقعی خودش بوده. نه آخه مگه میشه الهام بگیرن؟ خیلی این کارو میکنن. مثلا خیلی از رپرها اگه بری زندگیشون رو بخونی اتفاقا از تجربه‌های شخصی خودشون حرف میزنن تو موزیکاشون. نه نشد
نشد. ببین این 30 سال پیش راجع به خیانته گفته، بعد 20 سال بعد اون کارو انجام داد. یعنی اون چیزی که آرزوشو داشته رو پیشگویی کرده. نوستراداموس کی بودی؟ آره ببین مثلا میتونم اشاره بکنم به زن یکی مونده به آخریش، مامان برنا. بله. مامان برنا بگیم خانم نسرین کیانی که هم استانی منم هست که خود بچه محلمونه. اینا چیزی که حالا زن یکی مونده به آخر شهرام آذر مصاحبه کرده و البته مصاحبه که آنچنان نمیشه گفت، ولی خب هم استوری گذاشته هم پست گذاشته، میتونستی بفهمی که ماجرا از چه قرار هستش و گویا شهرام آذر بهش خیانت میکنه. خیلی شیک و مجلسی، چیزی که اصلا رواله بین خیلی از خوانندگان، نه همشون اما 99.99% روال. نمیدونم چرا این اتفاق هم میفته، شاید بعضیاشون این معروفیت و مشهوریت باعث میشه که ظرفیتشون نداشته باشن، یا بعضی دیگه‌شون هم باید بهشون حق بدیم. یعنی همسرشون یه سری سنگ اندازی‌ها میکنه، یه سری کارا انجام میده که عملاً میگه آقا تو داری جلوی پیشرفت من میگیره. خلاصه از این حرکتایی که بخوام برن زن رو بپیچونن برن با یکی دیگه. نه بعد اصلا از این کارا انجام شهرت هم فکر میکنم امین یه مقدار خودش مزیده بر علت میشه همیشه. یعنی اینکه به قول یارو آپشناشون شاید زیاد میشه و وسوسه میشن که این اتفاق میفته معمولا براشون. شاید من فکر میکنم چون استیج رو تجربه میکنن، در اضافه بهشون پیام میدن. البته خب اینا قدیما که اینستاگرام این چیزا نبوده که بخواین حضوری پیام میدادن در اضافه. اون ایموجی ماچ و قلب و بغل اینا رو حضوری ارسال میکردن برای افراد. اما حالا میخوام اشاره بکنیم به همسر یکی مونده به آخر شهرام آذر، مامان برنا. حالا چرا گفتم برنا؟ جالب بدونی که برنا کار موسیقی انجام میده، هم کار فوتبالی، منیجر و مدیر برنامه مهدی طارمی هم بوده. کجا؟ امارات؟ مهدی طارمی امارات مگه نیست؟ امارات نه بابا، پرتغال، پورتوه. الان پورتوه، قبلا امارات. انتقالش نه همه جا بوده، ترکیه بوده، جای مختلف بوده. انتقالش به پورتو رو پسرخونده شهرام آذر انجام داده برنا. حالا با ایناش کاری نداریم، میخوام به این قضیه برسیم که از پیام هایی که حالا استوری میکردم سر سابقش نشون میداد که شهرام آذر بهشم خیانت کرده و متاسفانه همسر قبلی شهرام آذر، یعنی همین نسرین خانم، 2 سال پیش همون موقع که حالا خیلی وضعیت کنسرت ها اینا مناسب نبود، متاسفانه درگیر سرطان میشه و شیمی درمانی رو انجام میده. حتی شهرام آذر واسه اینکه رخ کار بگیره میگه که آره من کنار همسرم بودم، یه دونه آهنگ براش خوندم و جالبه که اون آهنگ رو برای یه دختر دیگه خونده بوده، نه برای همسر خودش. شلوغ آقای آذر. آقای شهرام خان چیکار میکنی؟ فدای تو بشم، یه نفس بگی اون لالوها. آره متاسفانه وقتی که خانومش درگیر سرطان میشه و امیدوارم که همه کسانی که درگیر این اتفاق هستن حالشون خوب بشه و سلامت باشن، و همسرش خیانت میکنه همزمانی که با این خانم بوده، با اون خانم هم آشنا میشه و نتیجتا اتفاقی که میفته این هستش که خیانت میکنه به همسر خودش و میره با این خانم ازدواج میکنه که چند هفته پیش هم فیلم عقدش وایرال شد در آذر. تازه ازدواج کردن یعنی با هم؟ آره داغ، یعنی الان فکر کنم 30-40 روز نیست. حالا شاید خیلی‌ها ندونن شهرام آذر تا سال 2014 پاسپورت امریکایی نداشته، با ویزا توی امریکا بوده سال 2014، یعنی تقریبا 2 سال قبل از مسابقه استیج. و بحث این که با این خانم سومش ازدواج میکنه، کارای پاسپورتش انجام میده، ایشون براشون میگیرن. دقیقاً حرکت چترخونه‌ای که به این صورت در واقع یه چتر ریزی انجام میده. و جالب بدونه که توی مسابقه استیج، بازم میگم جلوتر میتونیم داشته باشیم یه تیکایی از صحبتایشون تو مسابقه استیج، فکر کنم یه دستمزد هول و هوش 40,000 پوند دستمزد ایشون بوده برای داوری توی این مسابقه. برای کل مسابقه زیادی نبوده، چون به حال شهرام آذر کنسرت هم زیاد نمیرفت اون موقع ها دیگه. به حال خودش میگفتش که نمیدونم زنای قبلی منو بدبخت کردن، در صورتی که تخصصش تو این اتفاقات بوده و میره با این خانم ازدواج میکنه. خانم جدیده که بیا این خانم هم میگه که من نمیدونم برزیلی ام و از این صحبت. حالا باش کاری نداریم دیگه، ان شاءالله خوشبخت باشه. اما اینکه حالا شما بیا خیانت بکنی، خانمت که درگیر سرطان میشه رو بخوای ولش بکنی و بری با یه شخص دیگه، البته شوگر هم میزنه سیاوشا، یعنی ببینین تصاویر ازدواجش یه پا شوگریه برای خودش، ولی خب به هر حال حالا انتخابی بوده که انجام داده بوده. میتونیم شروع بکنیم از زمانایی که توی، اگه اجازه بدی همینجور بریم آیتم آنالیز که در واقع ویدیوها رو نگاه میکنیم و یه بررسی. فقط یه
توضیحی من بدم. آقای شهرام آذر چون خیلی فعالیتی نداشتن توی شاید مثلا 10 سال گذشته و اینا، ویدیوهایی که ازشون هست اغلب ویدیوهای قدیمیه. اینا چیزاییه که در واقع از گذشته بوده، ما هر چی تونستیم از ایشون جمع‌آوری کردیم که یه نگاهی بهشون بندازیم و خیلی نمیشه در واقع در مورد کیفیت پروداکشن و اینا صحبت کرد، خب چون طبیعتاً کارا مال خیلی زمان قدیم هستش. اگه موافقی بریم دیگه سعی می‌کنیم هر چیزی که موجوده رو بگیم دیگه. سیاوش دقیقاً چون ویدیوهای زیادی ندارن ایشون. البته حالا بریم ببینیم یه قسمتی از صحبت‌های ایشون رو که مربوط به 6-7 سال پیش هستش در مسابقه استیج از شبکه من و تو، که اون موقع دیگه یه مقداری شهرام آذر شد، شهرام آذر رو معروف شد، میگه کاپی نکنید. ببینیم. خیلی قدیمیه. الان رپ اینجوری نیست عزیزم. میگم خیلی قدیمی رپ میکنه. آره منظورش اینه که اولد سکول رپ میکنه دیگه. اولد سکول یعنی مدرسه قدیمی رپ. دهه 80 یعنی همون اوایل در واقع شروع سبک موزیک رپ و هیپ هاپ، خیلی روی ضرب سر ضرب این کلمه ها رو ادا میکردن وقتی میخواستن فلوشون رو اجرا کنن. این فلوه به خاطر همین معروف به اولد سکول یعنی قدیمیه، در واقع مال مدرسه قدیمی. مدل های جدیدتر یه مقدار تفاوتشون توی اون پرش از روی کلمات یا ترکیب قافیه ها، چند قافیه ساختن، یعنی ایناست که یه ذره رپ مدرن رو در واقع متمایز میکنه از اون رپ دهه 80. فرق کرده. شما اگر گوش کنید به رپ مدرن، اول با ریتم شروع میکنن، بعد از ریتم خارج میشن، دوباره سر ریتم میان. از ریتم خارج شد یا نه منظورش این نیست که از ریتم خارج میشه، ولی اصطلاحاً بعضی موقع بله توی موزیک اتفاق میفته که شما به خاطر زیبایی شاید مجبور بشی از ریتم هم خارج بشی. همیشه قرار نیست همه چی سر ضرب و تایت باشه. مثلا یه مثال خیلی سادهش اون حالت آوازی تو موزیک ایرانیه که خیلی رها، یعنی خیلی ریتمو نگه نمیداره و فقط صرفاً حرکت ملودیک داره. حالا اونو من مثال زدم که منظور آن ریتم بودن و از ریتم خارج شدن متوجه بشیم. ولی بله تو رپای فکر کنم این ویدیو رو برای این انتخاب کرده بودیم، می‌خواست بگه که شهرام آذر سرش میشه از موزیک. آره ایشون به هر حال ببین من یه توضیحی بدم. آقای آذر خب هم پرودوسر خیلی خوبی ان، ایشون به هر حال سالها رهبر ارکستر آقای ابی بودن، خیلی موزیک ساختن واسه این و اون، به هر حال کارشون رو بلدن. اینجوری نیستش که بگیم این کار نیستن. اتفاقا به خاطر همینم اصلا تو برنامه استیج آوردنشون، وقتی که ایشون یه پرودوسر واقعیه. پس این نشون میده که ما نکات مثبت‌ها رو میگیم. آقا ما با کسی پدرخوشتگی نداریم، پشت پرده رو میگیم، این قسمتش هم میگیم. و اصلا فکر کنم یکی از انتخاب ویدیوها که ما داریم پخش میکنیم به عهده سیاوش هستش و سیاوش انتخاب میکنه و من همزمان که داره پلی میشه همزمان با شما دارم میبینم. تا لحظه ضبط ویدیو من سعی میکنم که ویدیوها رو نبینم که سوالاتی که ممکنه تو ذهن شما هم پیش بیاد من همونا رو بپرسم. فکر میکنم که این بهترین ریاکتی هستش که میشه در خصوص این ویدیوها داشته باشیم. پس یکی از دلایلش فکر کنم همین بود که انتخاب کردم. چون می‌خواستم ببینید که به هر حال ایشون سواد لازم برای این کار رو داره و میفهمه داره راجع به چی صحبت میکنه، آرتیستا رو میشناسه، سبکای موزیک رو میشناسه، تولید رو میشناسه، موسیقی رو اساساً میشناسه. میخوای ادامه‌شو بدیم یا بریم ویدیو بعد؟ این فقط یه سری چیزا داره که حالا بعداً خودشون میتونن برن نگاه کنن. یه سری نکاتیه که آقای آذر گیر میده به همه که آقا کاپی نکنید و فلان و اینا، ولی جلوتر آقای آذر خودت کاپی میکنی عزیز. خودت بعضی جام از سوسکی و نرم از بغل این کارو انجام ده. البته یه نکته بگم که شهرام آذر پشت پرده ها یه بیشتری داره و ما سعی میکنیم که راجع به هر خواننده 2-3 قسمت توی برنامه ناکوک صحبت بکنیم. خواننده ها فکر نکنن که آقا یه قسمت اومدن تو برنامه ناکوک همون شد رفت اونو نگفت اونجایی که فلانی ترتیبش داد اما نفهمید فلان جا فالش خوندم. نه اینجوری نیست. یه دفعه ممکنه 10 قسمت یهو بریم روی خواننده یا مثلا 3 قسمت بعد دوباره برگردیم رو برام بانی یا بقیه خواننده ها. شهرام آذر هم از اون دسته خواننده ها هستش که حالا این قسمت رو رفتیم حتما قسمت های دوم و سوم هم خواهد داشت که آقا سیاوش زحمتش رو خواهد کشید و خواهش می‌کنم. البته همونطوری که گفتم به هر حال رنده دست شماست همین جون، من فقط میسابم. تو رو خدا بفرمایید. قربون. خیلی خوب بریم راجع یکی دیگه از موزیک ویدیوهایی که 12 سال پیش توی یوتیوب آپلود شد اما قدمت این ویدیو فکر می‌کنم من بیشتر بچه بودم اصلا همین جون این اومده بود. آره. من 12 سال اومده توی یوتیوب از کمپانی کلتکس با لهجه هم گفتم کلتکس موزیک اینا. خب من یه توضیحی هم بدم. کلتکس جزو اون در واقع اولین شرکتاییه که توی امریکا بعد از انقلاب شروع به انتشار آثار ایرانی کردن. همینو می‌خواستم بگم. مالکش کیه؟ آقای مهرداد پاکروان 1980 این شرکت رو توی امریکا، یعنی 1 سال بعد از انقلاب تأسیس میکنن شرکت کلتکس رو توی امریکا. از این نکته هم میگم که کمپانی کلتکس خیلی از بزرگان هنر و موسیقی
ایران هم باشون کار کردم، مثل اندی و کوروس و منصور و استاد سیاوش قمیشی، سیاوش شمس، هایده، خلاصه شادمهر عقیلی، خیلی ها هستن. فکر کنم هر کسی که توی امریکا می‌خواست یه دونه آهنگ منتشر کنه حداقل یک بار رو با کمپانی کلتکس کار کرده. خود شهرام نبودن کسی جز آقای پاکروان اون موقع نبوده دیگه، یعنی ایشون بعد از اون دیگه کمپانی‌های مثل رادیو جوان و آونگ و سایر پلتفرم‌های دیگه و اینا، آره اینا خیلی بعدتر البته بله خب همینا الان شدن قسمتی از مافیای موسیقی ایران که بعدها راجع به این کمپانی‌ها صحبت می‌کنیم و البته ارتباطات لابیایی که با داخل ایران و خواننده داخل ایران دارن که حالا رو تو قسمت مافیای موسیقی بیشتر راجعشون صحبت می‌کنیم. حالا به هر حال بحث کمپانی کلتکس رو که خواستیم صحبت بکنیم، اینجا این گوشه لوگوی کلتکس رکورد رو می‌بینیم. بریم این آهنگ طلاقو ببینیم که دقیقاً این آهنگو که خوند که 30 سال بعد خودش بهش عمل کرد تو زندگیش. ببینید زیاد آشنایی باش ندارم. سبک موسیقیش هم مقدار سبک لشتوری بود دیگه، مردم هم دوست داشتن. یه مقداری تو کف جامعه ایران این سبک موسیقی اون سالا یعنی دیگه فکر کنم خیلی خفن بود. درسته؟ آره یه ذره چون همین ببین من خودم قشنگ یادم ما بچه که بودیم این موزیکا اومده بود، اصلا یه حال و هوای عجیب غریب، کسی اصلا اینجوری موزیک نمیداد اون موقع و اینکه حالت هیپ هاپ داشتن و این بیتای اینجوری و کلا غربی صدا میده خیلی موزیکایی که اون دوره آقای شهرام آذرمی ساختن. خب به هر حال با الگوی البته ناگفته نمونه که 80% کپی رایت و ببینید الگو برداری فراوون داره، یعنی موزیکاشو که گوش میدی حتی انتخاب صداهای سینتایی که استفاده کرده، مدل میکسایی که انجام داده تو موزیکاش، کمپوزیشن خود موزیکا، اینا رو همه رو آدم دقت که میکنه قشنگ میفهمی که خب مثلا اینا الگو گرفته از موزیک هیپ هاپی که اون موقع در جریان بوده، حالا تو دهه 90 و اواخر دهه 80 خیلی تحت تاثیر اون دورانه و خب ما هم اون موقع اینا رو میشنیدیم که منم که اون موقع مثلا چه میدونم پرودوسر و اینا نبودم، یه ذره میدونی آدم خیلی جالبه براش چون همش دیشترتی توخ شهترتی توخ شنیده بودیم، یهو یکی اومد مثلا با بیتای هیپ هاپ و اینا خیلی جالب بود به نظر. خلاصه نونو کاوری بوده دور هم دیگه میخوردن. نکته دیگه هم میگم که خواننده‌های قدیمی مثلا دهه 90 میلادی اوایل سال 2000 میلادی به خاطر اینکه دسترسی زیادی به اینترنت و منابع آزاد وجود نداشت، مثلا یه آهنگی از فلان خواننده افریقایی کاور میکردن صداش بالا نمیومد چون کسی نمیفهمید، چون اونقدر دسترسی ها برای پیدا کردن این آهنگا زیاد نبود که بخواد مثلا لو بره که این مثلا از فلان خواننده افریقایی مثلا مال گینه بیساو رفته آره دیگه آهنگو کاور کرده و برده. آهنگ مثلا مگاهیت دهه 80 گینه بیساو رو کجا میتونید شما مثلا پیدا کنید؟ حالا میگم این اتفاق فقط تو ایران هم نیفتاده، تو موزیک ایرانی هم نیفتاده همین، یعنی شما میری نگاه ترکا، یونانی ها همه جا هست. آره بریم پلی کنیم بقیه‌اشو ببینیم. فکر کنم ببینیم آلبوم کبرا، احتمالاً یه زن داشته اون موقع کبرا، اصلا یه آهنگی داره به اسم کبرا دیگه، کبرا یار کوچولوی من. ولک بچه‌های همشهر ما تو برنامه پشت پرده، یعنی ایتومتون بگیم که ما فرقی برامون نداره، همشهری و غیر همشهری. ولک خوبه بگو ولی می‌بینی یه صحبتی بکنم، می‌بینی همش مضامین اجتماعیه، یعنی اتفاقایی که جامعه ایرانیای خارج از ایران اون موقع‌ها خیلی زیاد، هنوزم خب همونه دیگه تقریبا، خیلی بیشتر بوده اون موقع به خاطر اینکه ماها که مهاجرت کردیم یه ذره آشناییمون با فرهنگ و شرایط اروپا و امریکا خیلی بیشتر بود. تا اون موقع هیچ دسترسی به هیچی نداشتن، 4 تا عکس تو مجله دیده بودن و فکر می‌کردن دیگه دارن میرن بهشت. بعد همین اتفاقایی که ایشون میگه میافتاده. بسیار عالی. خیلی نکته مهمی رو گفتی. درصد خیلی بالایی از، نمیخوام آمار بهتون بدم، اما درصد خیلی بالایی از زن شوهرای ایرانی که مهاجرت میکنن میان در اروپا متاسفانه زندگی‌هاشون دوام نداره و به طلاق کشیده میشه. یکی از علتایی هم که وجود داره ربطی به برنامه ناکوک نداره اما میگیم ولی خوبه راجبش صحبت کنیم چون این مسئله مهم اجتماعیه. ببین یکی از دلایلی که وجود داره این هستش که حالا ما تو جامعه ایرانی به دلیل قوانین شرعی و حالا هر چیزی که هستش مرد سالاری خیلی توی جامعه ایرانی زیاد هستش و توی ایران میگن حرف مرده و نمیگم همه مردا، نه اینطوری نیستش، اما خب دیگه قدیماش هم بود مثلا ضعیفه حیف نون بیا اینجا ببینم فلان کارو بکنین اینا. خب همین لعنه صحبت‌ها باعث میشه که خب حرف مرد باشه. اما وقتی که شما مهاجرت میکنید توی اروپا، حالا مثلا توی آلمان، به دلیل قوانینی که وجود داره و آزادی و برابری که حالا تو سوئد هم احتمالاً سیاوش همینطوریه، سوئد که برابری که بین زن و مرد فمینیست این کشور دنیا سوئد عزیز جان. به دلیل این اتفاق
اتفاقاتی که وجود داره قوانین و برابری‌ها بیشتر، تازه قوانین یه مقداری هم به نفع خانوماست، حالا بگیم و نگیم، ولی خب 100% برابری وجود داره. ولی خب با اون نگرش ایران وقتی میان اینجا مثلا به زنه میگه حجابت رو رعایت کن، فلان کارو بکن، هر کارو نکن، چرا مثلا لباس کوتاه پوشیدی، چرا لباس یقه باز پوشیدی، دستور امر نکردن باعث میشه خب زنه هم وقتی توی اون جامعه اروپایی قرار داره بگه بابا اینجا همه چی برابره، مرد میزنه تو گوش زنه یا بدرفتاری میکنه، زنه میره شکایت میکنه، مرد رو خونه میکنن بیرون، مرد میفهمه ای دل غافل اینجا سیستم آخوندی توی ایران نیست و باید یه جور دیگه برخورد بکنه و داستان از این قرار میشه که زندگیشون به طلاق میرسه. حالا اینو گفتیم، حالا چه ربطی به برنامه ناکوک داشت نمیدونم، ولی نه خب ربط به این آهنگ آقای سندی داشت دیگه. صحبت‌های ایشون در واقع در مورد همین چیزا هست دقیقاً. بسیار عالی. میخوام بریم آهنگ بعدی ادامه بدیم. نه بریم بعدی، چون اینا رو فکر کنم همه دیدن. ما فقط داریم یه گذری تو زمان میکنیم که ببینیم ایشون چه کارهایی کردن، چه ویدیوهایی داشتن از نظر تولید و اینا که ببینیم. حالا باز خیلی جالبه این ویدیو، ببین مال 30 سال پیشه، نه 20 سال پیش، چند سال پیش. برگرد یه دقیقه استاپ کن اینو. همون ویدیو قبلی یا همین مجموعه این ویدیوهایی که داریم میبینیم همه مال 20 سال پیشه. این ویدیو مال 20 سال پیشه، ولی حداقل یه خط داستانی داره، یه جریانی توش داریم میبینیم، یه اتفاقی داره، مثل یه تئاتر همونجوری که خودش اولش میگه داره انجام میشه و این خیلی مهم. حالا درسته اون وسط وایساده داره، وسط پذیرایی داره رپ میکنه و اونام دارن موزیک میزنن، ولی یه جریانی داره. اون جریانه خیلی چیز مهمیه. میتونیم بریم بعدی. با کمترین امکانات هم باز این کارو انجام میدن، ولی با این حال ما نگاه میکنیم کیفیت ویدیوهای اون زمانه سه هیچ ویدیوهای الانو میزنه. اگه واقعا مقایسه بکنی ببین، حالا درست اون موقع دوربینات مثلا دوربینایی بوده که رو تیپ ضبط میکردن و چه میدونم، حالا خیلی شاتای خاص و نورپردازی خیلی چیز معمولیه و اصلا همین آرتیستیک نیست، هنری نیست خیلی شاید، ولی خب به هر حال حداقل فکر کردم بهش. بسیار عالی. بریم ویدیو بعدی که آهنگ بوم بوم از بوم بوم روم زوم اینا نیست، این بوم بوم سندی. اینم قدیمیه، این آهنگ هم قدیمیه. قشنگ اگه برای شما بذارم آهنگ ایس آف بیسه. قشنگ اون بیت اولش، صدای اون سینتا، اینا همه کپی ایس آف بیسه. اون کاوری بوده زده دیگه. آره اینم که میبینید مثلا به هر حال ویدیوی توی استودیوی تنین فکر میکنم که خیلی هم مرسوم بود. 2750 تا خواننده تو همین استودیو ویدیو ضبط کردن. همه تو این استودیوهای تنین ویدیو دارن. یعنی اگر شما یه نفر از آرتیستای ایرانی رو به من نشون دادی که قدیمی‌ها که توی استودیوهای تنین ویدیو نداشتن، من جایزه میدم. همه دارن، یعنی از نمیدونم مار سفید گرفته تا بقیه. مار سفید کیه؟ میتونیم ویدیوشو بذاریم ببینیم بنده خدا رو. حالا جالب سیمیم هم ندارن. سیما فیشا تو گلدون اصلا فیشی در کار نیست که تو آکواریوم یا گلدون باشه، اصلا هیچی به این وصل نیست. فدای تو بشم، قدرت خدا. یه رقص نوری بود و یه دکوری زدن اونجا و پلی بک بودن دیگه. آره پلی بک واسه ویدیو همینجوری زدن و زنگ زدن به خواننده یکی یکی گفتن بیاد آقا استودیو رو زدیم، هزینه کردیم، لنگ از سق، شورت لنگ چی از سق آویزون شده. آویزون کرد. آخه ایراد نمیشه بهشون واقعیت سر این قضیه، چون اوضاعشون خوب نبود اون موقع، پول مول در نمی آوردن، موزیک نمیتونستن. آره درآمد پایینتر بود. دقیقاً درست، واقعا درست. اون موقع اونقدر درآمد مثل الان نبود. ما اگه مثلا میگیم آقا بهنام بانی چرا ویدیو اینجوریه چرا اونجوریه، غیر رو غیر میلیارد چون داره پول در میاره. این بنده های خدا ببین نگاه کن اجراهاشون، نگاه کن اجراهای قدیمیشون رو مثلا گذاشتم این تو. یه ویدیو خیلی قدیمی، کنسرت ابی 23 ژانویه 1991. اون موقعی که این کنسرت رو گذاشته بودن سیاوش، من فکر کنم موز بودم. درسته. دقیقاً اگه بخوام حساب بکنم اون موقع بابای من کارهای اداری منو داشت انجام میداد، چون من متولد برج 9991 هم 8 ماه هم به دنیا اومدم تقریبا. یعنی همون موقعی که این کنسرت برگزار شده ما بابامون داشت. مثلا اون موقع من از مدرسه هم نمیرفتم اون موقع که اینا اجرا رو گذاشتن. با احترام به این افرادی که حالا اینا هم بعد بگیم دیگه، به هر حال وقتی این طرف کنسرت میذاره به دنیا نیومده، احترام واجبه. ولی خب دیگه همونجوری که گفتیم هم بدش رو میگیم هم خوبش رو میگیم، اصلا هم تعارف و پارتی بازی در کار نیست. پلی کنیم ببینیم داستان. فقط تو این اجرا آقای شهرام آذر رهبر ارکستر آقای ابیه. آقای ابی خودش اون موقع سوئد زندگی میکرد، یعنی هنوز نرفته بود فکر می‌کنم امریکا. اصلا با خانومش مشید اسپانیا فکر کنم. تو اسپانیا تو ماربیا چیز دارن، باغ پستمسته داره آقای ابی. با خانومش اصلا تو سوئد آشنا میشه و فکر می‌کنم که اون موقع هم شهرام آذر آلمان بوده اگه اشتباه نکنم. اگه اشتباه نکنم ابی توی یه دونه بار با خانومش آشنا میشه. خانومش توی بار کار میکرده
میشه و ابی میره اونجا توی اون بار. یه رستوران ایرانی بوده اون موقع‌ها، اونجا با هم آشنا میشن که آقای ابی اونجا میخونده، مهشید مثل که اونجا با هم میبینن همدیگر، اونجا با هم آشنا میشن. ولی حالا خوبیش میدونی چیه؟ که تمام این اجرا لایوه، همه چی لایوه، نه اتوتیونی اون موقع در کاره، نه ملوداینی در کاره، نه کسی ادیتی میتونسته بکنه اجرا رو، نه صدا رو بعدا اختراع نشده بودن. میبینی که با یه دوربین پیزوری ضبط شده کلا اصلا قضیه. این سری آهنگا رو آقای شهرام‌خان گل و بلبل سنبل. یه نکته هم بگم سیاوش، من یکی از دوستانم که ارتباط خوبی هم با ابی داره، 1 ماه پیش از ابی پرسیده بود که به حال شما خیلی سنت رفته بالا و تو بعضی از کنسرتات پلی بک میخونی، فالش میخونی، به حال حتی اوجاش رو من میدونم که مجبوره به حال از پلی بک استفاده بکنه. ازش پرسیده بود که چرا خوانندگی رو نمیذاری کنار، سالیان سال داره میگی تور آخرم، سالیان سال داره میگی کنسرت آخرم، و چرا این قضیه رو ادامه میدی؟ یه جمله‌ای گفت که من با تمام پوست و استخونم حق میدم به ابی. یعنی وقتی که این جمله رو شنیدم، من به نظر خودم هیچ وقت دیگه من تو برنامه ناکوک، من به شخصه نسبت به اینکه ایشون چرا داره میخونه انتقاد نمیکنم. گفته بود که من با خوانندگی زنده‌ام، عاشق خوندنم و اگر یک روز نتونم بخونم، اون روز فکر میکنم روز مرگمه. به نظر من کسی که همه زندگیشو 60-70 سال توی زندگیشو خوانندگی کرده، یه مقداری باید بهش حق داد دیگه. ایشون تقریبا تا سن فکر میکنم 40 سالگی داشت دست و پا میزد و تلاش میکرد که یه خواننده مطرح بشه. یعنی یه مقدار دیر معروف شد، چون انقلاب شد. ایشون تا داشت معروف میشد یهو انقلاب شد. خواننده خیلی جوونی بوده، 1-2 تا کارش مثلا تازه تو رادیو تلویزیون ایران اون موقع پخش میشه، تا میاد یه تکونی بخوره زندگیشو، به هر حال یه ذره چه میدونم خواننده مطرحی بشه، ایران انقلاب میشه و مهاجرت باید میکرده، میاد. خب دیگه برام هم تو مهاجرت کردی، همین هم من سختی‌های خودشو داره و دلیلش من فکر میکنم همین است. این ویدیوش حالا به نظر من جالبه، یه تیکاشو آره یه تیکاشو ببینیم که آفرین. باز اون موقع می‌بینی همین در مقایسه به هر حال جوان‌تر بوده و خیلی صدای پرطنینی داشته اون موقع. فالشی و اینا داره، بازم دلیل بر این نمیشه که فالش نمیگه، جای در میره. اگر اشتباه نکنم این برنامه رو توی هتل ماریتیم شهر بن بلوش 32 سال پیش گذاشته بودن و فکر کنم اگر اشتباه نکنم اون موقع آقای اخوان مدیر برنامه‌های ابی بود و برنامه‌گذار ابی بود. آقای اخوان اگه شما یادتون باشه تا همین چند سال پیش هم برنامه‌گذاری می‌کرد آقای اخوان، الان هم کم و بیش انجام میده این کار رو. فکر می‌کنم یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌گذارای اروپا هم باشه. دقیقاً آقای اخوان جزو قدیمی‌ترین برنامه‌گذارای تو اروپا هستن در زمینه موزیک ایرانی. پسراشون هم که در واقع شما میدونین دیگه، خودت بهتر توضیح بدی راجع به پسراشون. نوید و امید پسرای آقای اخوان بودن. حالا یه دونه آهنگم با ابی خونده بودن، نوید و امید، که حالا یه تیکاش هم پخش می‌کنیم جلوتر براتون. چقدر همه چی با هم چی قاطی شده تو این برنامه. آره چون خیلی شهرام آذر خیلی ربط داره به همه این وسط. دلیل انتخاب اصلا همین بوده. نوید و امید هم حتی پسرای آقای اخوان بودن که حتی با ابی هم یه دونه آهنگ خوندن و در حال حاضر نوید کار بازیگری رو داره انجام میده، امید هم یه مقداری الان دوباره خوانندگی رو شروع کرده. یک بار ول کردن نوید و امید خوانندگی رو، نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاد، ولی خب حالا امید گویا دوباره داره برمیگرده به حوزه موسیقی، پدر رو گرفته و برنامه‌گذاری میکنه و همین کنسرت‌های ابی رو توی شهرهای بزرگی مثل فرانکفورت، دوسلدورف و کلن پسر آقای اخوان امید اخوان برگزار میکنه. رفیق ما هم هست، الان خواستم بگم رفیق صمیمی فرشید پسر ابی هم هست که تو عروسیش هم بود و من زده بودم یه برنامه، یاد باشه ما تو برنامه ناکوک ابی رو زده بودیم حسابی مثل سالاد شیرازی. از اون طرف امید میگه بابا چیکار داری میکنی، ما با هر خواننده رفیقم تو میری میزنیش، ولی بنده خدا هیچ دخالت تو کار ما نمیره، رفاقتمون به جا، کارامون هم جدا. خب بریم توی برنامه استیج. و حالا چرا این ویدیو رو انتخاب کردی من نمیدونم. نه میخواستم که ببینید که در واقع ایشون نظرهایی که میده چجوری نظر میده راجع به این و اون. چون ببین مسئله این همین جون، آقای سندی 2 تا دونه اجرای لایو ما ازشون بیشتر نتونستیم پیدا کنیم. یه دونه اجرا جدیدن فکر کنم 2 سال پیش اینا کاباره تهران و لس آنجلس داشتن، چند تا اجرای قدیمی ازشون هست. یعنی به هر حال همونطوری که میبینید خیلی شخصیت مهمی ان تو موزیک، خیلی ها بهشون وصلن. همه جا رپ. خب به هر حال سندی هم کلاب خون بوده، یعنی ثبت همه که ببین کلاب و همه تو کاواره تهران لس آنجلس تقریبا یه بار خوندن. یعنی از آقای معین و عارف و داریوش و همه اونجا خوندن دیگه یه بار. ببینیم چی میگه. خوندنیه
یه لحظه پازش میکنی بی زحمت. من قبل از اینکه آقای شهرام آذر حرف بزنن اول بگم ایرادات این دوستمون چیه. گیتار کوک نیست، ویبراسیونا همه بوز تو گلوه، نوتا نمیشینه. جدی دارم میگم، اینا اصطلاح بهش میگم بوز تو گلو، درست نمیشینه روی نوتا و چیز نمیکنه. حالا ببینید آقای شهرام آذر چی میگن راجبش. شهرام جان من باید رأی منفی بدم. مرسی من قربانش ما بدید. ایشون نه توضیح داد که آقا چرا این رأی منفی رو میدم، نه گفت اصلا ایراد کارت کجاست. من فقط رأی منفی میدم. مثل این مونه که الان من و شما داریم ویدیو آنالیز میکنیم و میگم این خیلی بده همینجون، ببخشید. آخه بابا. موزیک بعدی که از کمپانی آونگ منتشر شده، آهنگ سندی یا همون شهرام آذر با پسرش خشایار آذر که از زن اولش خشایار فکر کنم از همسر اولشونه. یه خشایار رو داره، یه کوروش و نیکی رو داشته، یه دونه برنا رو داشته به عنوان بچه نادر. خودش پکیجش هم توی بچهای تنی و ناتنی زیاد بوده، اما جالبه بدونی که شهرام آذر به بچه خودش هم حسادت میکرده. یعنی من چیزایی که شنیده بودم بود که مثلا کنسرت که میرفتن یا جای مختلفی که میرفتن مردم به پسرشون خشایار بیشتر توجه میکردن. این قضیه باعث میشد که لج شهرام آذر در بیاد. اونایی که نزدیک شهرام آذر بودن و برنامه زیادی رو با شهرام آذر رفتن میتونن این قضیه رو تایید بکنن که باورتون نمیشه. یعنی ایشون یه همچین کاراکتر و شخصیتی رو داشته که به خشایار هم حسادت میکرده و فکر میکنم الان درس وکالت داره میخونه. خشایار یه مدتی رو درگیر مشروبات الکلی هم بود، حتی نه زیاد، ولی خب همچین چیزایی شایعه شده بود. من نمیتونم تاییدش بکنم، اما الان گویا وکیل شده و واسه خودش هم یه بروبیایی داره. آره چون یه مدت اومد به هر حال وارد دنیای موزیک هم شد، ولی خب خیلی موفق نبود. حسادت شهرام آذر هم بوده من شنیدم. اونم ممکنه باشه، چون واقعا اینجوری که بوش میاد هیچی از استاد شهرام آذر بعید نیست. ببینیم چی خونده بوده. نبوده این امینه بوده، یه بعدش گذاشتن کار خراب کرده. نه بعدش هم حالا مثلا یه چیزی ببین این ویدیو مال حالا فکر کنم 9 سال پیش همچین چیزایی باید باشه همینجون. باز اگه نگاه کنی میبینی که های کوالیتی و اینا هست، خداییش آدم نمیتونه بگینم، ولی خیلی کیفیتش خوبه. الکس فرا هم ساخته. الکس فرا خیلی در واقع کارگردان خوبیه، تصویرای خیلی خوبی میگیره، ولی بازم هیچ خط جا مثلا وسط موزیک بندری گیتار گیبسون الکتریک اون وسط من نمیدونم چیکار میکنه. به هر حال هر آدمی یه سلیقه‌ای داره. یه آرتیست من فکر میکنم خودش باید یه ذره سلیقه خودش رو اعمال بکنه، ولی اینجوری نباید تصمیم گیرنده باشه واسه ویدیو. من مطمئنم اگه آقای الکس فرا خودش قرار بوده 100% تصمیم گیری کنه راجع به این ویدیو، این شکلی نمیشه که مثلا 4 نفر با لباس محلی و موزیک بندری اینجوری برقصن دور همون اتفاقا بیفته. این قضیه رو دارن که همه جا دوست دارن خودشون اینپوت نظر داشته باشن و اعمال نظر کنن در واقع. خیلی خوب ادامه‌شو ببینیم این داستان از چه قراره. ولی خوراکشه دیگه. میخواستم بهت بگم که خوراکش آقای شهرام آذر موزیک بندری و موزیک شو شما هنوز که هنوزه تو هر عروسی ایرانی بری میشنوی. تخصصش موزیک بندریه ایشون. لازم شد که این آهنگ شوش بذاریم. بفرمایید خواهش می‌کنم. همین جان شما که بچه اونورایی این یعنی لیپاک لیری لونه، یعنی ما آخرش نفهمیدیم یعنی چی. اینو میشه ترجمه کنی واسه ما؟ واقعا من خودم هم نمیدونم یعنی چی. این یعنی چی آخه من نمیفهمم. اون دوستای عزیزی که میدونن یعنی چی کامنت این لیپاک لیلی لونه رو بگید یعنی چی، خواهشام برام کامنت بذارید که ما بفهمیم. من مدت سرچم کردم منم نمیدونم. آهنگ بعدی عروسکی ماشاءالله ویدیو هم HD بوده. شاید های کوالیتی ترین ویدیویی که از آقای شهرام آذر وجود داره و عددشون هم در رفت. علی زمانی هم ویدیوش ساخته. علی زمانی خیلی کارگردان خوبیه. ویدیوهایی که میسازه معمولا خیلی های کوالیتیه و خیلی فکر شده است، ولی خب دیگه به هر حال میگم احتمالاً خود آقای آذر دوباره اینپوت دادن و نظرشون رو خانم اون پشت پنجره چی میخواد؟ مثلا داره تماشا میکنه مثل اینکه آقای آذر رو. بابا بس استاد فدای تو بشم، کاشکی بیای زنم بشی. چند تا میخوای؟ بردن گذاشتنش یه جا بک‌گراند سفید داره میخونه، اونور 2 نفر ترومپت و چیز گرفتن، اینورم خانومه داره یه جا پشت پنجره نگاه میکنه، یه جا داره با تلفن حرف میزنه. هیچ داستان. اینا دیدی ویدیوهای قدیمیشون باز یه داستانی داشت. هرچی میایم به سمت جلوتر دیگه اصلا قضیه داره یه جوری از بین میره انگار. طبیعی هم نیست. یا که اونجا با تلفن حرف میزنه، خب قطع هم نمیکنه. نه کن بزنم عقب زرت گاش پایین. آره همین تپ.
بعد نگاه هم نمیکنه ها. توجه به ربط به جزئیات تو ویدیو همین خیلی چیز مهمیه، هم توی فیلم هم توی ویدیو. به خاطر همین سریال ها و فیلم های ایرانی انقدر سوتی داره و حالا حداقل شاید مشکل نورپردازی، اینم نورپردازی هم که وجود نداره، تو نور آفتاب گرفتن و الهی اتم مدد. اینجا هم استودیوه که دیگه اینجا مرد خوب باشه. همین 3 تا صحنه رو داره، یه دونه تو تلفن داره حرف میزنه، یه دونه اینور استاد تنها داره بندری میزنه خودشو، اونورم بچه‌ها دارن ترومپت میزنن. استاد 650,000 تومان ویو گرفته تو یوتیوب. این باز فکر میکنم یه ذره جدیدتر هم از فکر میکنم. همین میبینین تصویرها خیلی های کوالیتی تره نسبتاً. درونم هزینه کردم. خب بازم اشکال داره دیگه، اونجا دیدیم باز دوباره اوور اکسپوز، اینجا آندر اکسپوزده. یه توضیح من راجع به این قضیه بدم همینجوری. این قضیه اوور اکسپوز و آندر اکسپوز رو من میخوام شفاف سازی کنم. توی سریال گفته بودن آقا چرا انقدر کلمات انگلیسی به کار میبری؟ من مجبورم، اینا کلمات تکنیکاله. ولی یعنی چی؟ اوور اکسپوز یعنی نور بیش از حد روی اون سوژه باشه و شما دوربینتو درست تنظیم نکرده باشی که اونو بالانس کنی. وقتی این اتفاق میفته یعنی نور بیش از حدی رسیده به دوربینت، اکسپوژر زیاد بوده، بهش میگن اوور اکسپوژر یا اوور اکسپوزد هست. آندر اکسپوژر یا آندر اکسپوزد هم برعکس اینه. اونجایی که میبینید تصویر تاریکه معمولا آندر اکسپوزد هست، اونجایی که خیلی روشنه و صورت سوخته و اینا اوور اکسپوزد هست. بسیار عالی، توضیحات خیلی دقیقی بود. تو تصویرم داریم میبینیم قسمتی از یه دونه بار فکر کنم مشروب فروشی بوده به عنوان لوکیشن پیدا کردن و یعنی 2 تا لوکیشن فکر میکنم کلا، یه دونه تو خیابونه، یه دونه هم توی دیسکو ان، بچه‌ها دارن بار دیسکو هم نیست تازه فکر کنم. یه دونه دوربین برداشته برده. من هیچی اصلا حساب کتاب نه، همه دارن اون وسط برای خودشون میلولن الکی. هزینه غذا خوردن و رفت و آمد روزانه ما بیشتر از این کلیپ پس به خدا نکنید. خیلی خوب. ویدیو آخرم بگم چون نزدیک 1 ساعت شد ویدیو، خیلی نه دیگه من فکر می‌کنم فقط این اجرای لایوشونه که ببینیم لایو جدید چجوری اجرا میکنن. دیگه باید بریم با آیتم کپی رایت و اینا هم برسیم. فکر می‌کنم کافی باشه. بله. ندید گفتم پلی بک. ولی هنوز که هنوزه میبینی شما امشو شوشه لیپاک لیری لونه رو ول میکنی هر جا، همه شیلنگ تخته میندازن. اینجا هم کاباره تهران لس آنجلسه، اون دوستایی که نمیدونن این اجرای ایشون بوده، فکر میکنم 2 سال پیش اونجا اجرا داشتن. بله اینم قسمتی از پشت پرده‌های شهرام آذر یا سندی بود به همراه تحلیل و آنالیز کردن موسیقیش. بریم یه آیتمی هست در خصوص کپی رایت که آیتم پرطرفدار هستش، ببینیم که کدوم قسمت از آهنگ‌ها رو آقای شهرام آذر به اصطلاح کدوم آهنگاشون رو کاور کرده و کلکسیونی از اینا رو داره. درسته؟ بله خیلی هم تشکر میکنیم از محمد دوست عزیزمون، گرداننده پیج کپی پیست، که ما این مطالب رو از پیج ایشون برمی‌داریم و موظف هستیم که از ایشون تشکر کنیم. مرسی از محبتشون و مرسی که در اختیار ما میذارن این مطالب. بریم این آیتم رو ببینیم. اگه بخوای یارونک داشته باشی که با زن و بچت بری بشینی توش واسه امشو شو الشيل فكلي ريلونه شوف شلون تمشي الحلوة مزيونة دیدی آخر اومدم سراغه از صبح تا شب تا سر کوچه میستی و کار باره شده علافی. Io penso positivo perché son vivo بابا تو رفتی ولی معلوم نیست کجا، دیگه مهم نیست. Ich weiß nicht wo du bist und das ist auch egal خوابیده بود روی تخت با صورت سرد به سقف اتاق نگاه بله اینم آیتم کپی رایت بود و اینم یه قسمت دیگه از ناکوک بود. صحبت پایانی اگر سیاوش جان داری بگو که بریم روی پایان صحبت. خواهش میکنم. ممنون از همه دوباره که به هر حال تماشا کردن برنامه رو. امیدواریم که دوست داشته باشین. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید برای ما همه نظرات رو میخونیم، جواب میدیم به کامنت ها معمولا تا اونجا که میتونیم. حالا امکانش نیست به همه جواب بدیم ولی تا اونجا که امکانش هست جواب میدیم به کامنت ها. خیلی هم ممنون که ما رو
دنبال میکنید. کانال پشت پرده رو حتما سابسکرایب کنید. ممنون از محبت همگی. من دیگه صحبتی ندارم همین جون. این نکته هم بگم که برای ناکوک توی یه قسمت به یه خواننده نمیپردازیم. بازم تکرار میکنم ممکنه که چند قسمت راجع به یک خواننده یا یک موضوع خاص مثل بحث هیپ هاپ، رپرها، مافیای موسیقی صحبت خواهیم کرد. یه تشکر هم میکنم از عرفان دوست خوبمون که اونم به ما کمک میکنه توی ادیت برنامه‌ها. بله عرفان جان عزیز، مرسی از محبتش. یادتون رفت. مرسی ازشون. لازم داشتم که ازشون تشکر کنم. از سیاوش هم همینطور که به ما خیلی کمک میکنه تو بحث ادیت برنامه‌ها و همونجوری هم که سیاوش گفت حتما کانال ناکوک رو هم سابسکرایب کنید که لینکش رو من میذارم تو قسمت توضیحات این ویدیو و اونجا به صورت دسته‌بندی خیلی تر و تمیز ویدیوها قرار داده شده. کانال پشت پرده هم هست، میتونید اونجا هم ببینید. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون از سیاوش عزیز از شهر استکهلم در کشور سوئد، عرفان و بقیه دوستانی که در پشت دوربین هم به سیاوش کمک میکنن و هم به من کمک میکنن و ممنون از شما. شب و روزتون خوش.